تا کی میخوای کل زندگی تو پسنداز تو بریزی تو بازاره مالی، آخرم هیچ نتیجه‌ای نگیری؟ بشی یه آدم افسرده که دوست و فامیل و غریبه و خانواده و همه سرت قور میزنن که پس چی شد؟ چرا اتفاقی واسط نیفتاد؟ الانم که با هر کدوم از این جوونا صحبت میکنی خیلی زود و سریع میخوام به درآمد برسن. اصلا بریم چند تا از نظرات این دهه 70 80 ها رو ببینیم. فکر میکنید الان در حال حاضر پول تو چه کاریه؟ حتما مشخصه دیگه، توی ارز دیجیتال. معلومه دیگه، پول تو تریده. نظرم الان از توی فارکس خیلی خوب میشه پول در آورد. نظراتو دیدی؟ خدایش از هر 1000 نفری که وارد حوزه ترید شدن یا میخواستن ترید رو یاد بگیرن چند نفرشون به درآمد مثبت 10 میلیون رسیدن؟ ببین، تو اگه بخوای به پول زیادی برسی باید سرمایه گذاری‌های هوشمندی انجام بدی. باید یه تخصصی بلد باشی که بهت درآمد خوبی بده که از پس اندازش بتونی سرمایه گذاری خوبی هم انجام بدی. بیشتر تریدرهای با اخلاق اینو میگن که شما با پولی که نیاز نداری وارد این بازار شو، نه اینکه کل زندگی تو بیاری باهاش قمار بکنی. رفیق من، اینو از داشته باش، دنبال مسیری باش که در درجه اول بهت درآمد ثابت و موندگار بده. حالا شما تو کامنت ها برای من بنویسید که توی دوست آشناهاتون چند نفر بودن که توی بازار مالی ضرر خیلی سنگینی کردن.